که خواستگار نبود که همین مثلا چیزای بده یاد کنم. گفت سل عن الخیر ولا تسأل عن الشر. و تو منو بپرس که بهترینش که و خیلی گنده‌اش چی میپرسی منو. بعد وقتی که سوال کشید بعد گفت شر الناس علماء فی الناس. بدترین مردم علمای بدی هستن که در بین مردم هستن. ولی گپی دامون بسیار گپی معنا داره، بسیار گپی بلنده که این چیز این بسیار برکت داره، فیض داره. وقتی در یک منطقه 3-4 تا داملا هست لیکن باید دیگر بسیار رابطه زیج دارن، بسیار از حالی دیگر اوگه هم. گفتی حضرت داملا که وقتی یک جا هم که روان در بین دیگر تا مثلا ناراحتی نمیکنن که کو مثلا چی بایی هسته نیسته یا که خدا پرده کنه که با ایزونای ویش نباشیم که فلانی را بوی خیمه را نگو. اینش باید همه خطرناکتر شد. برای بسیار خوب برکت بیم بخود. در همین جنگ احد میگه آوازه شد که پیامبر کشته شد. این نو اکناو شه یاخی نو یک روزک مقصد همراه عروسش بود. آوازه می شود که حضرت کشتن. یک آوازه دروغ بود برای مسلمان ها را رو هفتاده کردن. میگه حنظله وقتی ایره میشنوه میگه اولی غسل نکرده یک نو هم خوبش دقتی عروسش. میگه میبروید میگه شمشیر رو میگیرم میدوامیه میه در میدان در همون بگیم غزوه اشتراک میکنه. چند نفری را برای خاطر پیامبر نازنین مقصد نابود میکنه و همجا کشته میشه. پیامبر اون میگه به نور نبوت احساس کرد که حنظله مقصد در حالت جنابت های آمد. میگه که راستش دادید که پهلوش چند آدم کشته شدگی و آخر الامر بگیم خودشان در همجا کشته شده است. میگه حضرت دستش همین تکی برد در همین سر روی حنظله گذاشت. میگه دستش پوری آب شد. گو حنظله را گو الحال ملائکه ها آمدن غسل دادن. حضرت در حالت جنابت آمده که بده که ملائکه ها حتی غسلش دادن. البته مثلا درجه اون شهادت برده